ما تمام آنچه لازم است را داریم. تمام آنچه که میتواند به ما کمک کند تا رد شویم، که دوام بیاوریم، که دوباره تصمیم بگیریم، که دوباره شروع کنیم، که ادامه دهیم. ما تمام آنچه لازم است را داریم تا زندگی کنیم. بدن و ذهن. بدنی که دردها را میشناسد و برای همین دردها طراحی شده است و فقط کافی است اجازه دهیم و به عبور جریان درد ایمان بیاوریم. و ذهنی که میتواند آگاه و روشن شود. همینها برای گذر کافی است، برای تجربه و برای لمس عمیق زندگی. باقی فقط توهم است و توقع. زندگی دقیقاً همین اکنونی است که پیش روی ما قرار گرفته و همیشه در اکنون بخشی از ما ناراضی است. ناراضی بودن حقیقتی است تلخ در انسان، در درون ما. و برای اینکه بتوانیم با ناراضی بودنمان کنار بیاییم، با آینده فکر می‌کنیم، به برنامه‌ها و هدف‌ها. ما برای کم کردن نارضایتیمان بیشترین کاری که می‌کنیم فرار از همین لحظه هاست. غافل از اینکه نارضایتی کم نخواهد شد، با هیچ دستاوردی کم نخواهد شد، مگر با پذیرش اکنون. اگر بتوانیم در همین لحظه با خودمان و تمام آنچه داریم و نداریم آرام بگیریم، به احتمال زیاد حجم نارضایتی درونمان کم می شود. برای زندگی کردن همین کافی است. بدن و ذهنی که می تواند روشن شود و از بستگی و تعریف بیرون بیاید. اینها برای لمس زندگی کافی است. اما در بیشتر مواقع ما نمی خواهیم زندگی کنیم، بلکه می خواهیم از زندگی بدوشیم و فقط به دست بیاوریم. و این اشتباه بزرگ ماست. در ما بخشی ناراضی وجود دارد که هرچه در راسته یا راضی کردنش تغذیه‌اش کنیم، باز هم راضی نمی شود. ما با به دست آوردن زیاد راضی نخواهیم شد. زندگی محل به دست آوردن نیست، محل پذیرش و همراه شدن است. گاهی در میان شلوغی‌های زندگیمان باید بایستیم و فقط چند لحظه در اکنون قرار بگیریم. در اکنون می توانیم حس کنیم و بخش ناراضیمان را آرام کنیم و دوباره برگردیم به مسیر همیشگی به دست آوردن و تلاش کردن. به خودتان این حقیقت را یادآوری کنید: بدن من برای من و برای همین دنیا طراحی شده است. پس کمی بیشتر به آن اعتماد کنم. او می‌داند چطور مرا از سختی‌ها و دردها رها کند. ذهنی دارم که روشنگری را می‌تواند بیاموزد و می‌تواند به من کمک کند که از بند تحریف‌ها و دروغ‌هایی که به خود می‌گویم رها شوم. و به نظر می‌رسد اکنونی وجود دارد که می‌توان گاهی در آن استراحت کنم و اجازه دهم که زندگی لمس شود با تمام نداشته‌ها و ناکامل بودن‌ها. همین کافی است. بدن و ذهن.